برای اینکه کسی نیست ازمون فیلم بگیره، از کلمن عزیز درخواست داریم که پای دوربین ما باشن. یه ویدیوی قبلی گفتم بهتون که من میخوام برق تولید کنم با استفاده از خاک و اینکه قرار شد مراحل ساخت این دستگاهی که قراره درست کنم رو بهتون نشون بدم. مراحل ساخت بسیار راحته و تنها چیزی که توی این کار سختی داره برای ما این هستش که ما چجوری بتونیم موادی رو درست کنیم که الکترون های خاک رو زیاد کنن و بشه با استفاده از خاک با کمترین هزینه برق تولید کرد. و اینکه چون آزمایشگاهی نداریم، اسپانسری نداریم، مجبوریم که با هزینه خودمون این کارا رو انجام بدیم. ولی چون اولین ویدیوی من هست و هنوز کسی منو نمیشناسه، کسی اعتمادی نداره که بیاد پولش رو در اختیار من بذاره و اینکه بتونم با استفاده از پول اون چیزی درست کنم، ولی خودم اسپانسر خودم میشم. درسته که وقتی میرم مدرسه نمیتونم کار کنم و پول درارم و بتونم چیز بسازم، ولی مطمئنم یه روزی هست که این خرجایی که دارم در این راه، در راه ساختن چیزها میدم، یک روزی برمیگرده و این پولا رو به من برمیگردونم. خب این صفحه رسانا صفحه آلومینیوم هست که ما باید ببینیم چطوری روکشیش رو باید دراریم، چون این روکش سفیدی که دارید میبینید لایه رنگ هست و فکر کنم رساناییش رو کم میکنه و نمیذاره که رسانایی کامل داشته باشه و عایقش میکنه. تنها ایده ای هم که به ذهنمون میرسه برای در آوردن این روکش آتیش هستش و ما باید آتیش رو روشن کنیم. پس این ویدیو رو استوپش میکنم و میرم سراغ آتیش. از اونجایی که هرچی گشتیم اینجا فندک نبود، الان باید ببرم این رو تو خونه و با اجاق گاز این لایه رویش رو ببینم میتونم بکنم. ولی این پروژه اول کاری قراره که امتحانی باشه و قرار نیست که کامل برم. میدونم کار میده، مطمئنم از اینکه کار میده، ولی فعلا هزینه زیادی نمیخوام براش بکنم و اینکه از ورق آلومینیوم استفاده کردم. دوم اینکه اینجا چون روستاست یکم چیزها وسیله ها بد گیر میاد و ورق مسی هم گیرم نیومد و این آلومینیوم هم که گیرم اومد تازه 2 تیکه هستش و با پیچ سرمته سرهم کردم، ولی خب امید ما خداست. میریم که لایه رویشو برداریم. دومین چیزی که نیاز داریم برای این دستگاه تولید برق با خاک این است که 1 میلگرد حدوداً 1 متر و 20 سانتی که اون هم باید برم و از جوشکاری محل تحویل بگیرم. خب فعلا نمیذاریمش اینجا و کاری باهاش نمی کنیم، چون امروز ویدیو هم صرفا جهت این بود که آشنا شید با هم و منو سابسکرایب کنید، ویدیو همو لایک کنید و اینکه تو ویدیوی قبلی خودم رو معرفی کردم، گفتم میخوام که چیکار کنم، شغلم چیه
و اینکه چی کاره هستم. و تو این ویدیو زیاد حرفی ندارم که بهتون بزنم، ولی در ویدیوهای بعدی برای ساختن دستگاه تولید برق اول اینکه یه اسم براش طراحی میکنیم که نخواهیم هی بگیم دستگاه تولید برق با خاک، و دوم اینکه شرایط و وسایلش رو بهتر جور میکنم و اینکه امیدوارم که بهمون کار بده و بتونم هم یک کمکی به خانواده‌ام هم یک کمکی به مردم کشورم، مردمی که روزی 2 الی 4 ساعت برق ندارن و واقعا هم در شهرهای جنوب کشور خیلی سخته بدون برقی. واقعا گرمه. من که در روستا زندگی میکنم، توی روستای خنک، زیاد این شرایط سختی مردمش آبادان یا اهواز یا حالا شهرهای گرم دیگر رو نمیتونم تجربه کنم، ولی میخوام این مشکل رو رفعش کنم. میخوام یک برقی با هزینه کم، حداقل 1 میلیون درست کنم که بتونه کمک مردمم کنه و حداقل یک کولر رو براشون روشن نگه داره، چون حق بچه هایی که تازه به دنیا اومدن این نیست که بخوان از گرما برن داخل یخچال فریزر. خب اینم از آخر این ویدیو. ما هم که الان داریم بریم سر کار و ویدیوهای بعدی رو قول میدم بهتون که هم با کیفیت تر و هم با کارایی بیشتر حرفه فنی، چون الان این 2 تا ویدیوی اول بیشتر صحبت کردم، زیاد کسی نیست که بخواد به حرف زدن من علاقه داشته باشه یا مثلا میگه این کیه که الان داره اینجا حرف میزنه، ممکنه حرفاش چرت باشن، ولی یه روزی خودم رو به مردم ثابت میکنم، یه روزی مشکل خیلی از مردم ایران رو حل میکنم و خیلی چیزا قراره که بسازم و اول دست میذارم رو دستگاه تولید برق که یکم بیشتر دیدشم و یک اسپانسر داشته باشم که بتونه هزینه هامو بده تا من بتونم چیزای بیشتر و کیفیت بهتر بسازم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.